سلام بچه‌ها. امروز اومدیم عزیزا. چند وقت پیش یه سوال پرسیده بودیم، هم جورابچه شرکت کرد، هم جورابکش، با هم فکری کردیم، گذاشتیم که تصمیم گرفتیم که بهترین سوتیایی که تا حالا تو مهمونی دادیم یا جاهای دیگه، بهترین سوتی، خنده‌دارترین سوتی که تو مهمونی دادیم برام تعریف کنید. عجیب ترین اتفاقا اونا رو هم تعریف کنید ببینیم چی میشه. و الان می‌خوایم بریم رو اونا ریاکت بدیم. بریم چی گفتن. بریم ببینیم. بزن بریم. نفر اولی که ببینیم چی تعریف کردن. جورابچه اول از اتفاقات عجیب بگیم به نظر من. نظرت جورابکش؟ بریم. میگه سلام، مال اتفاقی که افتاده عجیب بوده دیگه. سلام و درود. پارسال آبان ماه از بانک زنگ زدن 20 میلیون برنده شدی، خدا رسونده برای خرید ماشین. بعد زده لنگ 20 تومن بودم هیچکس بهم نداد. عزیزم از همینجا میگم سگ تو رو هر کی بهت کمک نکنه. آره بابا، ولی خدا همیشه میرسونه به نظر من. توف انداز درت یه جوری میرسونه، ولی به اون هیچ کسا دیگه رو اندازی خیلی بهتره. اصلا نه اگه رو انداخته بود میگن پوسته چیز خودتو بخور، منت قصابو نکش. پوست چیشه بخوره عزیزم؟ پوست صورت. آره آفرین. بریم بعدی. برای عقب بابا. مینچت نیستم. بچه آرموش در میگه مامان بزرگم آلزایمر داشت. آخچون چیه؟ ولش کن. مامان بزرگش بنده خدا مامان بزرگم آلزایمر داشت. عموم یه روزم نبرد پیش خودش، الان خودش آلزایمر گرفت. بله کارما ریل. بچه‌ها مادر پدر داشت پشت سرتون باشه، هیچ وقت پس رفت نمی‌کنید. از من به شما نصیحت. عزیز دلم هرگز نشه فراموش. واقعا از مادر پدر به آدم نزدیک‌تر دیگه فکر نکنم کسی باشه. چی میگی شما؟ چرتون پرت. نه میگم عینکه تو در این فوکوسش میپره. حله آقا، از پدر مادر نزدیک‌تر که فکر نکنم کسی باشه. نداریم آقا. یه ذره به نظر من بریم بعدی. حالا گرفته شد. دختر عموم 110 کیلو بود، 16 سالشه، با یه تیلیاردر فوق خوشگل و خوشتی به ازدواج کرد. پرای هممون ببین عزیزم یه ضرب المثل این همه گوش داره. خرابا شانس داره. ربطی داشت بنده خدا. شاید خراب نیست آقا. آره راست. 110 کیلو. من میگم چاقا توپلا. تو احتمالاً دختر عمو دختر رضازاده است. نه ببین کسی که 110 کیلو وزن داره قطعاً 10 کیلو هم چیز پا داره. راست میگه. شایدم شکم داره. پا داره. شکم داره. 50 کیلو کمه. خب بچه عجیب ترینه که این بود. حالا بریم سراغ سوتیاتون. عزیز من خب با 110 کیلو از چجوری 110 کیلو بچه؟ والا من الان خودم به فکر شوهر کردم. با خودم دهنمون سرویس شده، یه پای مناسب پیدا نمیشه بیاد به ما. با خودم پای پولدار. من به 20 کیلو راضی ام. 20 کیلو چی؟ پا 20 کیلو چه خبره؟ اون احتمالا خود وزنش 210 کیلوه. چرا این پایین می‌کنی؟ خب بچه‌ها سراغ سوتیا بریم. میگه دوستم اومد خونم به شوهرم گفت خبر داری زن دوست پسر داره؟ لاپورت داد. الان شوهرم طلاقم داده، باهاش ازدواج کرده. اعتماد بیجا به دوست. البته نمیدونم این چی سوتیه ولی آروم باش رو پیش آروم باش. خودم میبینه ویدیو. شما خودت دوست پسر داشتی، این هیچ. بعد دوست داشتی بازیه چیه؟ اومده گفته که آقا به شوهرت گفته که شما دوست پسر داری، ناراحت هم میشی؟ تو که دوست پسر داری یعنی الان یعنی جورابچه اینجوری شده که این شوهر اونو بر زده. آره آفرین. ببین این به این میگن کارما یه چای کلوف داره که چاش میره. ببین گوش کن، رفتی ببین بر زدی چیز مردمو، چیز تو اومدن بردن. همین جورابچه‌شو میفرستن بالا سرت.
بمونه آقا تو رابطه هاتون پایدار بمونید دیگه. تو که ازدواج کردی ما به رابطه 2 ماه هم پایبندیم. نمیدونم ملت چجوری ازدواج میکنن میرن به شوهرشون. والا من حسرت خوردم یه رابطه 8 ساله داشته باشم. چرا نداشت ولی خب در صورتی که سینگلم اشکال نداره. اگه شما آیدی زیر نمایش داده میشه. آیدی حالا جورابکشو میذاریم. بیا بالا عزیزم بیا بالا. کجا میری؟ جورابکش آندرلاین سعید. آفرین. احسن. بریم بعدی. این واقعا خیلی مسخره است. من اصلا نمیدونم سوتیش دقیقاً کجاست. مامون سوتیش بوده که لاکار رفته دیگه. نه اینی که میخوام بخونم. البته اونم معلومه سوتیش کجا بود. خواهر شوهرم اومد خونمون آخرش هم گفت خاک تو سرت. آدم جلو فامیل شوهر مرغ میذاره. آدم جلو فامیل شوهر باید کی مثل من تو رو یه بیبی بغل. شما دیگه چه پخی هستی که زرش پول با مرغم جواب نمیده. آقا مرغم الان گرونه خدا شاهده. الان مرغو نپتونی کردن 10 بار میزنی تو آب در قابلمه رو میذاری. الان اصلا مرغو نمیشه خورد. مرغو باید بوسید. مرغو باید استشمام کرد. مرغ نپتونی الان 75,000 تا برند نادری. الان فقط آخه الان تو همت کنی تخم مرغ بخورید. آفرین. تخم مرغ دونه 4500 رسمی داره. چقدر؟ 4500. به مولا ما یه دونه املت خواستیم بخوریم 10 تا خوردیم شد 45 تومن. خیلی املت الان لاکچری شده قشنگ. به مولا نه جورابکش املت الان فکر کنم لاکچری شده. آفرین. بله چه مواد خب من که انگار خواب پاشیدم. نه ببخشید. بریم بعدی بچه. از این واقعا ما حرکتون حال نمی‌کنم بچه‌ها. این حرکت این چی؟ آدم هر چقدر توان داشته باشه میذاره دیگه. از این فامیل شوهر بازی در نیاری. ایمالا به تمرگ بخور دیگه. همش ان میشه میره پایین. کوف کن. زیرم نزن. تو مهمونی جلوی خالم به شوهر خالم گفتم محمد از آره همون از اونجا به بعد به رابطمون شک کرد و عشقم ازم جدا شد. تمام وجودم خجالت بکنی. چی؟ خجالت بکشی. خجالت بکش. تو مهمونی جلو یعنی تو گفتیم محمد کات کرد عشقت. ملت رابطه های مستحکمی دارن. با محمد خوابیدی یعنی؟ آره؟ نه محمدم آره. بگو مثلا شوهر دایش چیه؟ وات د فاک شوهر دایی کجا؟ شوهر خالش نشسته بهش گفته محمد؟ ها؟ آقا اونایی که در این ویدیو رو میبینن دختر خاله پسر خاله اینو بر من یه توضیح ریز بدن چون من متوجه تو کامنت بگید این دقیقاً یعنی چی. میگه گفتم محمد عشقم با من کات کرد. عشقش اونجا بود یعنی؟ ولش کن. بیا سخت نگیرید بابا. ریدم تو عشق و رابطتون همش. اصلا محمد مورد میتونستیم بگیم محمد ریدم تو روح عمت. یا مثلا یه فوشی میدادی که عشقت کات نکنه. بنده خدا الان به سنف عما برمیخوره. آره به محمد نه چیچیم تو فلان احمد. نه آقا نه این همش کات میشه. آفرین اینا همش تو بوق میذاریم اینجا بچه‌ها. جورابکش و جورابچه پاچی داره. تو مهمونی تو مجدعه مشغول کار و شخمم اگر که محصول نمیده به من چه؟ به تو چه؟ به ما چه؟ بریم بعدی. اون دختره که خیلی سر به زیره از صبح تا شب همش تو کار درسه. بله درسه. جواب شد. کار درس. از بچه‌هاشه. ببخشید. خواهش می‌کنم. چه بچه مؤدبی. آفرین. بقیه‌شو بگو. زشت مردم فکر می‌کنن تو یه آدم هاری نه چی؟ نه هیچ. نه بقیه‌شو بگو. آفرین. خب بریم بعدی. میگه هیچی رفتم خونه جاریم چقدرم تمیز نوشته. جاریم با کلی اصرار و خواهش گفت بمونید. خب بعد ما موندیم. خب ساعت 9 شب جا پهن کرد همون تو حال خوابید. به چقدر خسته بوده بنده خدا. چقدر مهمون نواز. شور اندازه ببین این در واقع اگه بخوایم خیلی تکنیکالی راجبش نظر بدیم این حرکت یعنی که ببین درسته من تعریف کردم گفتم بهتون بمونید ولی گو خوردید موندید شب. والا میخوره تو خونه. بعد فکر کنم پنجشنبه شبم باشه شوهرت اینجوری آماده گوشه اتاق نشسته بعد یه مهمونتون بگم آقا ما میمونیم میرینن تو شبت. یعنی واقعا خیلی درک و شعورت. ما عمم اینا هم من میخوام شب عملیات بزنم
باشین گم شین خونه‌هاتون. ما خسته جنازه اینجوری پاره آخر مهمونی بعد یا عمم یه شب جمعه هم از من میگم بچه‌ها ساعت بذارید برای مهمونی تو آقا تا ساعت 8. آره دیگه بابا ما مثلا مهمونا رو ساعت 3 بزار دعوت می‌کردیم 12 صبح میومد. آفرین مهمونا رو ولشون کن تو حال بچرن. برین تو اتاق خودتون رو بخورین. حالا جوراب کشون بچرن که آره دیگه ولش کن آقا مهمون دعوت نکن. راست جنبه نگیر. الان تو این وضعیت اقتصادی مهمون دعوت نکن. مهمونی 50 تومن برات خود نفر میفته تو خونه چون اجاره اتاق باید بدن. آره ولش کن. حتی غذاشون پول. غذاتون هم تازه 300 تومن پول غذاتون. به خدا. بذارش پول مرغ 200 تومن پول. برو دیگه چیزی. بریم بعدی. میگه برام خواستگار اومد. بعدش تورا شیرینی‌ها رو خورده بودن. میگفت قند مامانم افتاد مجبور شدیم. عزیزم قند مامانت افتاده منطقی نیست. من یه آقا یه بزن بغل تورا یه دونه شکلات بگی به اشتر شیرینی که خریدی باشه خواستگاری رو می‌خوره. نه این احتمالاً شیرینی دوست داشته. شاید جوراب کش جان جوراب کش که خودمم. وات د فاک اشکانه. آره خسته این بچه ساعت 2 صبح داریم. آره واقعا قیافه شاید نیا کن من چمه این آخه نه چشاش خط شده نگاه گل کشیده بدبخت. آقا شما نگفتی یارو چی میخوره؟ چیز دیگه جعبه شیرینی گله رو بخوره اصلا مامان نه یعنی منظور که با مامانت داری میری خب مامان تو یه جا ببر سرم چیز بزن حالش خوب شه قبل خواستگاری. خواستگار گوشنه‌ای بودن بابا چه جوریه اول شیرینی داری منطقی نیست واقعا. مگه شیرینی البته گرونم شده قحطی حالا کاری ولش کن بابا. رفته بودیم خونه مادر شوهرم بابام برگشت گفت حاج خانم ماشاءالله گوش گرفتی تو پر شدی. شانس آوردم شوهرم نشنید. شما اگه پسوردا اصلا تنها شدی با پدر شوهر نشنید الان میان به شوهرت اطلاع میدن تو چه بی‌ناموسی هستی. اصلا تو شوهای 2 کیلومتری پدر شوهرت نباش تنها باش خطرناکه بنده خدا. شوهرت فکر کنم تو کار گوشته اسم پدر شوهر. بله پدر شوهرش گوشت دوست داره مسکه. خاک تو سرت با کیا تو سرت با کیا میشیم ما 10 میلیون نفر. احتمالاً اینو اول پدر شوهره دیده بعد واسه بچه‌ش پسندیده خودش بعدا استفاده. کیا ما شد 10 میلیون 80 میلیون. آقای عزیز برادر گوشت فروش نباشین. آفرین گوشت خار گوشت لیست. بچه تموم شد و آی خدا این آخری خیلی جالب بود به نظر من. خیلی این میتونه هم آمار باشه آمار داده که گوشت آفرین فرار کن گوشت داده جورابکش الان تشخیص داد که ما باید به شوهر شما اطلاع بدیم و حتما این کارو میکنیم. خودم شخصا به پیویش اگه در خطری برامون کامنت بذار. آفرین. تازه ازش میپرسم بچه راجع به اینایی که گفتیم حتما کامنت بذارید من نظر شما رو ببینم. کجا میشن همه باحال‌ترین. آفرین. بهمون بگید. یه سریاش که واقعا شبیه سوتی نبود ولی درد بود. سوتی که ولی خب خیلی بیشتر شبیه آتو بود. که تو این چالش مالش شرکت میکنن دوستتون داریم واقعا چه خاطرات مزخرفی داشتید بچه‌ها. آره در خاطرات خودم تعریف کنم. نه بعداً ویدیو بچه‌ها این ویدیو لایک کنید کامنت هم خوب بذارید نظرتون بدین که دوباره بعداً از این ویدیو بذاریم براتون کلی کیف کنید. آره بگید اگه خوبه ادامه‌ش هم بگید. آفرین دقیقاً که بعد بیایم بگیم که خاطرات جورابکش جون ولش کن به این توجه نکنید بچه. یک خاطرات خفنی دارم من براتون صبح تعریف کنم. آقا دوستتون داریم بچه. عشقای منید بچه. واسه که شب بیام پی وی. ساب کامنت یادتون نره. زنگوله هم بزنید. بریم. بریم دوستتون دارم.